سلام به کانال من خوش اومدی. امروز میخوام درباره 4 چیز که باید همین الان از زندگیت حذف کنی تا حال بهتری داشته باشی باهات صحبت کنم. تا حالا به این فکر کردی که شاید خوشبختی توی داشتن بیشتر نیست بلکه توی کمتر داشتن باشه؟ ما همیشه فکر میکنیم که باید پول بیشتری در بیاریم، دوستای بیشتری داشته باشیم، وقت بیشتری آزاد کنیم، اما واقعا اینه که حذف چیزای اضافه از زندگی خیلی بیشتر از به اضافه کردن چیزای جدید به کیفیت زندگی کمک میکنه. توی این ویدیو قراره 4 تا چیزی رو بررسی کنیم که هرچه زودتر از زندگیت بذاری کنار، آرامش و موفقیت بیشتری پیدا میکنی. بریم سراغ شماره اول. شماره 1: دست از بهونه آوردن بردار. همه ما یه لیست بلند بالا از بهونه ها داریم که چرا یه کاری رو انجام نمیدیم. وقت ندارم ورزش کنم، سرم شلوغه نمیتونم کتاب بخونم، استعدادشو ندارم و از این بهونه های الکی. ولی اگه دقیق‌تر نگاه کنیم خیلی از اینا فقط بهونه هستن که ذهنمون برای فرار از سختی‌ها میسازه. درسته که بعضی شرایط ممکنه واقعا دست تو نباشه، اما تو مسئولی که چطور باهاشون کنار بیای. 2 دسته آدم توی دنیا هستن: اونایی که دنبال راه حل میگردن و اونایی که دنبال بهونه میگردن. مثلا کسی که میخواد یه زبان جدید یاد بگیره میتونه بگه من وقت ندارم که روزی 2 ساعت زبان بخونم، پس بهتره که اصلا شروع نکنم. یا میتونه بگه که من روزی 2 ساعت وقت ندارم ولی میتونم هر روز حداقل 10 دقیقه تمرین بکنم. فرق این 2 نفر چیه؟ اولی به خاطر یه مشکل کوچیک کلا بیخیال شده و دنبال راهی برای پیشرفت بوده. زندگی آدمای موفق پر از محدودیت‌ها و چالش هاست، ولی فرقشون اینه که به جای بهونه آوردن دنبال راه حل میگردن. بریم سراغ شماره 2: اسکرول بی پایان گوشی رو بذار کنار. بله، تا حالا شده یه لحظه بخوای یه چیزی توی این اینستاگرام یا یوتیوب چک کنی ولی بعد یه ساعت بفهمی هنوز داری بی هدف بالا و پایین میچرخی؟ این اتفاق به این دلیله که شبکه‌های اجتماعی برای این طراحی شدن که تو رو تا جایی که ممکنه درگیر خودشون نگه دارن و ترفندشون اینجوریه که تو میری یه ویدیو یا پست ببینی الگوریتم یه چیز جالبتر بهت پیشنهاد میده، بعدی و قبل اینکه چیزی بفهمی کلی زمان از دست دادی. حالا من یه سوال بپرسم: آخرین باری که 1 ساعت تو گوشی چرخیدی چی به دست آوردی؟ آیا اصلا واقعا چیزی به زندگیت اضافه شده؟ حالا بریم سراغ یه مقایسه. 1 ساعت تو گوشی، اسکرول بی هدف، دیدن زندگی بقیه، مقایسه خودت با اونا، احساس نارضایتی و کلی مشکلات ایرادای دیگه داره. ولی میتونی در عوض اون 1 ساعت کتاب بخونی، یادگیری یه مهارت، رشد شخصی، احساس رضایت، پیشرفت توی زندگی که باعث کتاب خوندن واسه اینا میشه. و اگه میخوای اسکرول کردن رو کم کنی یه قانون ساده بذار: قبل از باز کردن یه اپ از خودت بپرس چرا دارم این کار رو میکنم. اگه جوابش فقط حوصله‌ام سر رفته است، بهتر یه کار مفیدتر انجام بدی. و بله، بریم سراغ شماره 4: آدمای سمی رو از زندگیت حذف کن. خیلی ساده است. و حالا من یه سوال ازت بپرسم درباره آدمای سمی زندگیت، اینه که بعد از صحبت با چه کسایی حس بهتری داری و بعد از صحبت با چه کسایی حس بدتری داری؟ یه نشونه واضح از آدمای سمی اینه که وقتی یه خبر خوب بهشون میدی به جای خوشحالی یه جوری سعی میکنن کم رنگش کنن یا بهت حس بد بدن. مثلا فلانی رو دیدی کلی وزن کم کرده، اون آدم سمی توی جواب میگه که آره ولی هنوز خیلی راه داره تا خوشتیپ بشی. یا مثلا یه ایده جدید داری و به جای تشویق میگن این کارو نکن، مطمئن باش شکست میخوری، جواب نمیده و از این چرت و پرتا. زندگی خیلی کوتاه‌تر از اینه که بخوای وقتت رو صرف آدمایی کنی که انرژی منفی بهت میدن. یه قانون مهم توی زندگی اینه که اگه کسی بهت احساس بدی میده دلیل نداره که تو اونو توی زندگیت نگه داری. اگه یه دوست مدام منفی بافی میکنه ازش فاصله بگیر، یا اگه کسی مدام سرزنشت میکنه فقط کمتر باش در ارتباط باش، یا اگه توی محیطی هستی که حس خوبی بهت نمیده
ببین چجوری میتونی ازش دور بشی. همین. قرار نیست همه رو راضی نگه داری. آدمایی که واقعا بهت اهمیت میدن باعث رشدت میشن، نه اینکه انگیزت رو از بین ببرن. حالا یه جنبندی و خلاصه از کل نکته ویدیو بکنیم. اگه میخوای زندگی بهتر و شادتری داشته باشی، این جزء از زندگیت هست. شماره 1، بهونه آوردن. به جای گفتن نمیتونم بپرس چجوری میتونم. شماره 2، اسکرول بی پایان. وقتتو برای رشد خودت بذار، نه دیدن زندگی بقیه. شماره 3، مقایسه با دیگران. تنها کسی که باید باهاش رقابت کنی نسخه دیروز خودته. شماره 4، آدمان سمی. با کسی وقت بگذرون که حالتو بهتر بکنن، نه بدتر. زندگی ساده تر یعنی آزادی بیشتر، آرامش بیشتر و شادی بیشتر.